گفتم که نمیخورم نمیخورم زندگی همه گیر فرد جون چه کنه نسو گیر فرد نمیخورم من سوال دارم. پسر و دختر یکی دیگرش را دوست می دارد، اما کلانسالها مجبوراً به دیگر کس دختر را به شوهر می دهند. در اسلام حکمش چی؟ برادران عزیز گرامی، بعضی ما شماها در خانه فرزند داریم، دختر داریم، بعداً پسر و دخترمون کسی به مقصد که دوست می دارد، می خواهد که در نکاحش در آورد، لیکن ما هم مانع میشیم. میگه نه باید فلانی اگری، باید فلانی اگری، نه فلانی من راضی نیستم. در شریعت همین پدر و مادر همین حق دارد یا ندارد؟ برادرها حق نداریم. ما باید دختری ما هم با کدام پسر معقول باشد، یا گویم که در پسری ما کدام دختر معقول باشد. و مثلا این اگه اجازت نیست که عشق عاشق کنن، زنا کنن، فقط این معقول است. همه دختر این بچه برای هم معقول است. میگه پدر خانی فلانی خواستگاری میره، دختری فلانی هم میگیرم، یا دختر میگه من فلان بچه نمیگیرم، من دیگری هم میگیرم. همه جماعت پدر و مادر حق نداریم که مجبور بشویم. اکنون برادران عزیز، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن لا تنکحوا الایم حتی تستأمر ولا تنکحوا بکر حتی تستأذن. قالوا یا رسول الله و کیف اذنها ان تسکت. رواه البخاری و مسلم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن وقتی که دخترهای شما سیبه باشد، یعنی بیوه باشد، از شوهرش جدا شده باشد، شوهرش مرده باشد، بعداً برای دختر شما کسی خواستگاری بیاد کو، رازگی دخترتون پرسن، دخترتون گفت که ها من قبول دارم، گفت بعداً در شوهرتون، برای که الایم احق لنفسها من ولیها. پیغمبر میگه آدم بیوه سیبه در خودش از پدر مادرش حقدارتر هست، خودش انتخاب میکنه. میگه من فلانی هم میگیرم، میبروری میتی. برادر عزیز ناراضگی بیان کرده تو گناهگاری. برادر عزیز گفتن که اگر دختری خانه باشد، چه دختری که بیکر باشد، شوهر نکرده باشد، گفت ویم اجازتش میگیری. گفت که ابی خدا دختری خانه که شوهر نکرده باشه و شرم میکند، اجازت وای چگونه هست؟ گفتم سکوت کرد. گفت نشانه رازگی دی دختر. اکنون این دخترها کم ماندن، خدا رحمت کنه، مردن رفتن. این بار دور میگن که چه من گپ زدم خانه شو خواستگار میبیا من اتید. و امروز هم خیلی شد دیگه. اون پیش بود سکوت میکردن و آب دیده میکردن. امروز آچه به من زنگ زد بچه بگانی خواستگاری میاد، نه نگه تو ما میگم شرم و حیا موندگی نیست. امروز ان خنساء بنت خزام ان اباها زوجها و هی ثیبون. امی از خنساء میگه که من پدرم مجبور در یک پسر داد که میگه من بیوه بودم، از شوهرم جدا شده بودم و شوهرم مرده بود، من شوهر نداشتم، شوهر کرده جدا شده بودم. بعدا برادرای هم مسئله گفته گذارم که امروز دخترای ما خواهرای ما از شوهرش جدا میشن، باید وای سه کسل ماهانه پایا، سه بینمازی صبر کنن، عیده دارم و یا 3 ماه 3 کسل، بعد عیده کردن بعد شو میکنن. امروز مردم ما جدا شدن، من معلومات دارم همین 1 ماه پس شو میتونن میرن، نکاحشون درست نمیشه. ویا 3 کسل ماهانی زن میگذرد، بعدا دخترمون به شوهر میتیم، تا 3 کسل ماهانه نگذشت حق شوهر دادن نداریم، نکاح هم کنیم نکاحمون درست نمیشه. برادران عزیز هم مثلا اهمیتتون، من در چند جا خبر دارم دخترها جدا شدن، خبردار بشی با شو کردن، حالا همون یا هم استادگی نه، درست نیست. برادران عزیز ایدهش برامد به شوهر. همین خنساء هم میگه که من شوهرم مجبوری به یک آدم داد، فکریحت، میگه من اون مرد این بچه قبول نداشتم. فاتت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرد نکاحها. رواه البخاری. بعدم پیش پیغمبر اومدم، پیغمبر امین پدرم من مجبوری به فلانی به شوهر داد.
پیامبر گفت که نکاح همنا رد کرد، گفت که نه نکاح نکن، معقول نباشه از نکاح نمیتونی تپک سر میکرد، نکاحش بیکار کرد پیغمبر. آنمی حق ما نداریم برادران عزیز. عن ابن عباس رضی الله عنه قال ان جاریه بکرا اتت رسول الله صلی الله علیه و سلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارها فخيرها النبي صلی الله علیه و سلم. رواه ابو داود. ابن عباس، عبدالله فرزند عباس میگه که یک تا دخترک پیش حبیب خدا آمد، گفت پیغمبر نازنین یک منگی، حدیثی که گفتیم وای نادختر بود، بیوه بود، از شوهر جدا شده بود، این دختری خانه بود، گفت که پدرم منم مجبوری به شوهر در فلانی داد، همون بچه من معقول نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که تخیر، تو مخیر اختیار داری، اگر خواهی در نکاحش ایستا، اگر نخواهی گفت طلاق طلب کن، جدا شو از شوهر. عن ابن عباس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. ابو حضرت فرزند عبدالله ابن عباس روایت میکنه که پیغمبر گفتن کسی فرزنددار پسردار شود، گفتن نام خوب ماند، آداب خوب تیاد، بچهش بلاغت برسید، بچه زن تیاد. اگر بچهش بلاغت برسید بچه زن نداد، بچهش گناه کرد، در نامه اعمال پدر نوشته میشه. باید با مردکای شرایط داریم بچه‌مون زن تیم برادران عزیز. اگه بچه‌هایی که با بعضی دقیقه 20 درآمد رئیس امریکا کار میکنه، شرایطی خوب داری، پدر و مادر پنسیونر غمت شرایط داری، خودت زن گیر دیگه با. اگه پدرت باید که شرایطش خوب باشه، زن گیر تات نداره، مجبوری بد نکن. ان عمر ابن الخطاب، حضرت عمر میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که فی تورات مکتوبون، در تورات نوشته شده بود است، من بلغت ابنته 12 سنه ولم یزوجها فاصابت اثما فاثم ذلك علیه. هر دو حدیثی که بالای پایین خوندم امام بیهقی روایت میکند که پیغمبر در تورات نوشته بود است که کدام مرد که دختردار میشه، خلاصه که دخترش بلاغت بر رسید، شوهر بند نداد، در شوهر نداد، همین دختر گناه کرد، گناه همین در نامه اعمال پدر نوشته میشه. برادران و خواهران اسلامی، یک خوشخبر است. اکنون شرکت مهاجر تور برای شخصانی که در روسیه قرار دارند میخواهند که به حج فرضی سفر کنند با نرخ خیلی هم ارزان پیشکشی ما و شما نموده است. از همین روز به قیدگیری سر می شود تا آخر همین ماه فوریه. خودی حاضر در نامه‌های روی اکران بوده مراجعه نمایید و اگر از نام کانال ما روی فردا گیرین باز کمتر ارزانتر خواهند کرد. الله مهربان حجتان را قبول بفرماید.